سلام وقت بخیر. امروز با سوال ساده در خدمتتون هستیم. Maximum nesting depth of parentheses. خب این سوال حقیقتش رو بخواد چند دقیقه پیش کردم انقدر این طولانی بود که نخوندم، مستقیم رفتم سر مثال و حلش هم کردم، انقدر ساده بود. حالا چک کردم این یه تعریف از پرانتز و منظورش از ماکسیموم دپت چی. خب همونجوری که از اسمش پیداست، معنیش اینه که مثلا چند تا پرانتز، بیشترین مقدار پرانتزی که باز داریم چند تاست. مثلا اینجا 1 2، بعد این یکی بسته میشه، پس هنوز یه دونه باز داریم، بعد یه دونه باز داریم میشه 2 تا باز، 3 تا باز، بعد بسته میشه، پس ماکسیممش 3. اینجا 1 باز 1 بسته، پس هیچی باز نداریم، 1 باز 2 باز 2 تا بسته، ولی اینجا 3 تا باز داریم، پس ماکسیممش 3. این سوال میشه با 2 تا پوینتر حل بشه. اینت ماکس که میشه گفت ماکس کل نگه میداره و لوکال ماکس که ماکس لوکال رو نگه. میتونیم کاری که بکنیم اینه که یه 4 اری تعریف کنیم، 4 s و s2 4 اری. به 4 رو میده و میگیم for. البته میتونیم از من برای قبل اینطوری یاد کردم، ولی فکر کنم بشه که از for int I equals 0 I can tell s dot line I plus plus میگیم if s dot chart I برابر با اون موقع لوکال ماکسیموم رو اضافه یک میکنیم، else if برابر با بسته شدن لوکال ماکسیموم رو منهای 1 میکنیم. و در آخر هم میگیم ماکسیموم برابر با من دات ماکس لوک ماکس و خود ماکس. و در آخر هم ماکسیموم رو ریترن میکنیم. ریترن ماکس. این پاس میشه. بله پاس شد. سوال امروز بود. معمولا سوال پرانتز یکم پیچیده‌تر بود، حداقل پیش من. برای همین اولا فکر کردم بار اول سابمیت کردم. اگه بیاره اومدم که از هش مپ و استک مین استفاده کنم، ولی خب میشه گفت همینطور ساده هم میشه حلش کرد. خیلی ممنون. اگه سوالی چیزی بود حتما برام بذارید.